سلام خدمت دوستان عزیز. امروز به وقت خرید این مقدار سبزیجات و میوه و خوراکی لازمه که باید بگیریم. من روانجیری با گوجه رو گرفتم. دوستان عزیز، این هم دستگاه آب میوه گیری مخصوص پرتقال است. این هم بطری خالی که لازم باشه. دوستان، چیزی که جالبه تنوع غذایی بسیار زیادیه که توی فروشگاه اروپایی هست. یعنی یه مدل سبزیجات و خوراکی‌هایی که دارن معمولا ما استفاده نمی کنیم و اصلا نداریم تو ایران. این قسمت کالباس و سوسیس و پنیر که بسیار پرمصرف این کشور توی بلژیک و نون که نون هم بسیار پرکاربرد است.